سیاوش باید برای اثبات پاکیش به دل دو کوه آتش میزد، اما خطری بزرگتر پشت شعله ها انتظارش را میکشید. آیا دشمن اصلی او سودابه بود یا پدری که حقیقت را به تردید فروخت؟ به نام خداوند جان و خرد. سیاوش فرزند کیکاووس پادشاه ایران از کودکی به زابلستان سپرده شد. رستم او را چون فرزند خیش پرورد و آیین رزم، خرد، خویشتنداری و حرمت پیمان را به او آموخت. سالها بعد شاهزاده با قامتی آراسته و خویی آرام به دربار ایران بازگشت. کاووس از دیدن هنر و فر او شاد شد، ولی در همان کاخ نگاهی پنهان سرنوشت سیاوش را به سوی نخستین بلا می‌کشاند. سودابه دختر شاه هاماوران و همسر کیکاووس با دیدن سیاوش دل به او بست. آنچه در آغاز تحسین به نظر می رسید خیلی زود به خواسته‌ای خطرناک بدل شد، خواسته‌ای که شاهزاده نمی توانست بپذیرد. سودابه پیغام فرستاد تا سیاوش به شبستان بیاید. شاهزاده بهانه آورد و دوری گزید، اما سودابه از کاووس خواست پسرش را برای دیدار خواهران و انتخاب همسر به آنجا بفرستد. فرمان پدر راه گریز را بست. سیاوش وارد شبستان شد، اما فاصله و حرمت را نگاه داشت. سودابه از زیبایی و جوانی او گفت و وعده‌هایی داد که پذیرفتنشان خیانت به پدر و لکه‌ای بر نام شاهزاده بود. پاسخ سیاوش سکوتی سرد و قاطع بود. وقتی اصرار سودابه بیشتر شد، سیاوش آشکارا گفت نه با پدر بی‌وفایی می‌کند و نه با اهریمن آشنایی. سپس به سوی در رفت. درست همین جا بود که خواهشی پنهانی به کینه‌ای آشکار تبدیل شد. سودابه دریافت که اگر حقیقت گفته شود، آبرو و جایگاهش از میان می‌رود. جامه‌اش را درید، فریاد برآورد و ماجرا را وارونه ساخت. او شاهزاده‌ای را که نپذیرفته بود به همان گناهی متهم کرد که خود در پی آن بود. کاووس با شنیدن اتهام میان مهر همسر و شناخت فرزند درماند. نشانه‌ها با گفته‌های سودابه سازگار نبود، اما شاه جرأت داوری نداشت. اکنون یک پرسش همه دربار را فرا گرفته بود: چه کسی حقیقت را آشکار خواهد کرد؟ موبدان گفتند آتش دروغ را از راستی جدا می کند و بر بیگناه گزندی نمی رساند. و اما بشنوید از زبان فردوسی: چون این است سوگند چرخ بلند که بر بیگناهان نیاید گزند. اگر کوه آتش بود بسپرم، از این تنگ خار است اگر بگذرم. فرمان شاه در سراسر شهر پیچید. کاروانها هیزم آوردند و در دشت دو کوه بلند ساختند. میانشان گذرگاهی باریک باقی ماند. این دیگر دادگاهی با شاهد و سخن نبود. جان سیاوش باید گواه پاکی او میشد. بر چوبها نفت سیاه ریختند و آتش افروزان دمیدند. دود نخست آسمان را پوشاند و سپس زبانه‌ها شب را چون روز روشن کرد. گرمای آتش از دور بر چهره مردم می نشست و هیچ کس امید بازگشت شاهزاده را نداشت. سیاوش جامه‌ای سپید پوشید، کلاه خودی زرین بر سر گذاشت و بر اسب سیاهش شبرنگ نشست. آرامش چهره‌اش از بیخبری نبود. او می‌دانست شاید چند لحظه دیگر همه چیز در میان شعله‌ها پایان یابد. شاهزاده پیش پدر آمد. سر فرود آورد و جانش را به داوری خدا سپرد. کاووس شرمگین و هراسان بود، زیرا حکمی داده بود که می‌توانست وارث ایران را نابود کند، تنها چون خود جرأت تشخیص حقیقت نداشت. اسب در آستانه آتش ایستاد و یک لحظه همه چیز خاموش به نظر رسید. اما راز بزرگتر این بود: حتی اگر سیاوش از شعله‌ها سالم بیرون می‌آمد، آیا تهمتی که در دل کاخ ریشه دوانده بود واقعاً می‌سوخت؟ سیاوش مهار شبرنگ را رها کرد و به قلب آتش تاخت. جامه سپید و اسب سیاه در میان زبانه‌های زرین ناپدید شدند. مردم فریاد کشیدند و سودابه از فراز کاخ چشم به همان شعله‌ها دوخت. چند لحظه گذشت، اما برای کاووس به اندازه سالی دراز بود. نه اسبی دیده میشد و نه سواری. شاه تازه میفهمید که تردید او چه بهایی دارد. شاید پسرش را برای اثبات چیزی آشکار قربانی کرده بود. ناگهان از آن سوی آتش شبرنگ بیرون جهید و سیاوش با همان جامه سپید پدیدار شد. نه دود بر چهره‌اش بود، نه سوختگی بر تنش. دشت از شادی لرزید و داوری آتش دروغ را رسوا کرد. کاووس از جای برخاست، پیاده به استقبال پسر رفت و او را در آغوش گرفت. شاه از کردار خود پوزش خواست و فرمان مجازات سودابه را داد. ولی تصمیم سیاوش بار دیگر همه را شگفت زده کرد. سیاوش برای سودابه بخشش خواست، زیرا می‌دانست کاووس روزی از مرگ همسرش پشیمان می‌شود. و اما بشنوید از زبان فردوسی: چو پیش پدر شد سیاووش پاک، نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خاک.
آتش بیگناهی سیاوش را ثابت کرد، اما سودابه هنوز در کاخ بود و تردید هنوز در دل کاووس. درست در همین زمان افراسیاب از مرز گذشت و فرصتی پدید آمد که شاهزاده را از پایتخت دور می‌کرد. سیاوش داوطلب شد فرماندهی سپاه ایران را بر عهده بگیرد. او فقط برای نام و پیروزی نمی‌رفت. میدان جنگ راهی بود برای گریز از دسیسه سودابه و اثبات شایستگی در برابر پدری که هنوز متزلزل بود. کاووس پذیرفت و رستم را همراه سیاوش فرستاد. پرورش دهنده و پرورده در کنار هم به سوی بلخ رفتند. سپاه ایران منظم پیش می رفت، اما آن سوی مرز گرسیوز برادر افراسیاب آماده نبرد بود. نبرد چند روز ادامه یافت و سرانجام سپاه توران عقب نشست. بلخ به دست ایرانیان افتاد و خبر پیروزی به کاووس رسید. اکنون راه پیشروی باز بود، ولی حادثه‌ای در خوابگاه افراسیاب مسیر جنگ را تغییر داد. درست هنگامی که سیاوش برای حرکت بعدی آماده میشد، خبر رسید افراسیاب از خوابی هولناک برخاسته است. اگر تعبیر خواب درست بود، ادامه جنگ نه فقط تاج توران، بلکه جان بسیاری از دو سپاه را می گرفت. افراسیاب در خواب بیابانی پر از مار و آسمانی پر از عقاب دیده بود. باد درفش او را سرنگون می کرد و جوانی در کنار کاووس توران را به آشوب می کشید. شاه هراسان خوابگزاران را فراخواند. خوابگزاران گفتند آن جوان سیاوش است و جنگ با او آینده توران را تباه خواهد کرد. افراسیاب که این بار ترس را بر غرور چیره دید، تصمیم گرفت پیش از آغاز نبردی تازه راه آشتی را بیازماید. گرسیوز با گنج و پیام صلح به اردوگاه ایران آمد. پیشنهاد افراسیاب ساده نبود. بازگرداندن سرزمین‌ها و پایان جنگ در برابر پیمان سیاوش. شاهزاده باید میان فرصت صلح و بدگمانی به دشمن انتخاب می‌کرد. سیاوش و رستم دور از سپاه رای زدند. آنان صلح را پذیرفتند، اما برای اطمینان خواستند شهرهای گرفته شده بازگردد و 100 تن از خیشان افراسیاب به گروگان بیایند. افراسیاب ناچار شروط را پذیرفت. گروگانها رسیدند و پیمان بسته شد، عهدی که شکستن آن برای سیاوش ننگ بود. و اما بشنوید از زبان فردوسی: ز دشمن نیاید به جز دشمنی، به فرجام هر چند نیکی کنی. سیاوش گزارش صلح را با امید به ایران فرستاد. او گمان می‌کرد پدر از بازگشت شهرها و پایان خونریزی خوشنود می‌شود، اما نامه‌ای که از دربار برگشت نشان داد کاووس پیروزی را تنها در ادامه جنگ می‌بیند. کاووس پیمان را نپذیرفت و فرمان داد گروگانها به ایران فرستاده شوند تا مجازات کردند. سپس از سیاوش خواست دوباره به توران بتازد. این فرمان شاهزاده را میان اطاعت از پدر و وفاداری به عهد گرفتار کرد. رستم در برابر کاووس ایستاد و گفت: جنگی با کسی که آشتی خواسته دور از خرد و جوانمردی است. شاه سخن او را نپذیرفت و خشمگین شد. حتی پهلوانی که ایران بارها مدیونش بود نتوانست رأی شاه را برگرداند. رستم آزرده به زابل بازگشت و کاووس طوس را برای ادامه جنگ برگزید. سیاوش اکنون بدون پشتیبانی پرورش دهنده‌اش مانده بود. اگر فرمان پدر را اجرا می‌کرد پیمان می‌شکست و اگر نمی‌کرد نافرمان خوانده می‌شد. فرمان دوم کاووس تندتر بود: گروگانها را بفرست و برای نبرد آماده شو. اما سیاوش فهمید این بار آزمونش از آتش دشوارتر است. شعله‌ها تن او را می‌آزمودند، ولی این فرمان شرافتش را هدف گرفته بود. سیاوش حاضر نشد کسانی را که با اعتماد به پیمان آمده بودند تسلیم کند. او می‌دانست این سرپیچی ممکن است راه بازگشتش را ببندد، اما پادشاهی آینده را نیز بهای شکستن عهد نمی‌دانست. شاهزاده نامه‌ای برای کاووس نوشت و رنج‌هایش را باز گفت، از تهمت سودابه و گذر از آتش تا جنگ و صلح. سپس نوشت وقتی پدر پیمان او را نمیپذیرد، دیگر در ایران جایی برایش باقی نمانده است. سیاوش سپاه و درفش‌ها را به بهرام سپرد تا ایرانیان بی‌فرمانده نمانند. او نه قصد شورش داشت و نه سودای گرفتن تاج پدر. تنها می‌خواست بی آنکه خون بیگناهی بریزد از بنبست بیرون رود. گروگانها آزاد شدند و به توران بازگشتند. سیاوش نیز از افراسیاب اجازه خواست از سرزمین او عبور کند و جایی دور برای خود بیابد. افراسیاب به جای گذر دعوتی فرستاد که آینده شاهزاده را تغییر میداد. سیاوش از مرز گذشت و ایران را پشت سر گذاشت، بیان که بداند پناهگاه تازه روزی قتلگاهش می شود. و اما بشنوید از زبان فردوسی: چون این رفت بر سر مرا روزگار، که با مهر او آتش آورد بار.
سیاوش وارد سرزمین دشمن شد، بی سپاه و بی پناه. اما نخستین کسی که به استقبالش آمد پیران ویسه بود، وزیر خردمند افراسیاب. پیران جایگاه شاهزاده را شناخت و دریافت این مهمان میتواند میان ایران و توران پلی تازه بسازد. پیران با احترام سیاوش را به سوی پایتخت برد. در راه از خوی تند افراسیاب و خطرهای دربار توران گفت، اما وعده داد تا زمانی که بتواند از شاهزاده پشتیبانی کند. سیاوش نیز او را چون پدری دانا یافت. افراسیاب برخلاف انتظار پیاده به استقبال سیاوش آمد و او را در آغوش گرفت. شاه توران از این مهمان نامدار شاد بود و قول داد امنیت و احترامش را نگاه دارد. برای مدتی دشمن دیرین ایران پناهگاه شاهزاده شد. سیاوش در چوگان و تیراندازی هنر نشان داد. ضربه‌هایش گوی را از میدان دور می‌کرد و مهارتش بزرگان توران را به تحسین وامی داشت. افراسیاب هر روز بیشتر دوستش می‌داشت، اما همین ستایش در دلی دیگر حسادت می‌کاشت. گرسیوز برادر افراسیاب نتوانست کمان سیاوش را خم کند و در بازی نیز از او پیش نیفتاد. تحسین شاه برای این جوان ایرانی غرور گرسیوز را زخمی کرد. زخمی که هنوز پنهان بود، اما روزی به دروغی مرگبار تبدیل می‌شد. سیاوش نه برای تحقیر کسی، بلکه از سر رسم پهلوانی هنر می‌نمود. او نمی‌دانست دربارها گاهی برتری بی‌ادعا را نیز تهدید می‌بینند. هر تیر که به هدف می‌نشست، مهر افراسیاب را بیشتر و کینه گرسیوز را عمیق‌تر می‌کرد. پیران برای استوار کردن جایگاه سیاوش پیشنهاد کرد با خاندان‌های بزرگ توران پیوند ببندد. هدف او تنها ازدواج نبود، می‌خواست شاهزاده‌ای بیوطن را چنان در توران ریشه‌دار کند که هیچ بدخواهی نتواند آسان به او آسیب برساند. نخست جریره، دختر پیران، همسر سیاوش شد و از این پیوند پسری به نام فرود به جهان آمد. اما پیران برای حفظ آینده شاهزاده پیوندی نیرومندتر در نظر داشت. ازدواج با فرنگیس، دختر افراسیاب و شاه دخت توران. فرنگیس، دختر افراسیاب و بانوی خردمند، با شناخت تبار و پاکی سیاوش این پیوند را پذیرفت. ازدواج آنان می توانست کینه دیرین دو سرزمین را نرم کند، اما پیشگویی ها می گفتند فرزند این پیوند روزی تاجی بزرگ خواهد داشت. جشن پیوند سیاوش و فرنگیس برپا شد و افراسیاب سرزمین و گنج بسیار به آنان بخشید. و اما بشنوید از زبان فردوسی. سیاوش پسر گشت و پیران پدر، برفتند با خنده و شادمان. افراسیاب زمینی پهناور به سیاوش بخشید تا خانه‌ای تازه بنا کند. شاهزاده جایگاهی میان کوه و آب برگزید، جایی که میتوانست دور از کشمکش دو دربار شهری بر پایه آبادانی و داد بسازد. معماران و هنرمندان گرد آمدند. کاخها، باغها و جویهای روان شکل گرفت و شهری پدید آمد که سیاوش گرد نامیده شد. شاهزاده میخواست ثابت کند نیروی یک پهلوان فقط در گرفتن شهرها نیست، در ساختن آنها نیز هست. سیاوش کرد چنان آباد شد که آوازش در سراسر توران پیچید. مردم از امنیت و داد شاهزاده سخن میگفتند. اما هرچه شهر زیباتر میشد، یک پرسش خطرناکتر در دربار جان میگرفت. این شکوه روزی به سود چه کسی خواهد بود؟ سیاوش و فرنگیس در آرامش زندگی میکردند و امید فرزندی در راه بود. شاهزاده گمان میکرد از آتش تهمت و خشم کاووس دور شده است، ولی سرنوشت همان آزمون را این بار با چهره‌ای تازه در توران تکرار میکرد. ستاره شناسان پیشتر به افراسیاب هشدار داده بودند از پیوند خون ایران و توران کودکی خواهد آمد که تاج او را به خطر میاندازد. اکنون فرنگیس باردار بود و شکوه سیاوشگرد آن پیشگویی فراموش شده را دوباره زنده میکرد. افراسیاب گرسیوز را فرستاد تا از شهر و حال سیاوش گزارش بیاورد. گرسیوز با کینه قدیمی راه افتاد. او فقط یک فرستاده نبود، مردی بود که شکست در میدان و کمان هنوز غرورش را میسوزاند. سیاوش با احترام از گرسیوز استقبال کرد، مهمانی ای آراست و گنج و هدیه پیشکش نمود. هیچ نشانی از دشمنی در رفتارش نبود، اما بدخواهی همیشه از بدرفتاری تغذیه نمی کند. گاهی نیکی و بزرگی دیگری برای برافروختنش کافی است. گرسیوز کاخهای روشن، سپاه منظم و احترام مردم به سیاوش را دید. آنچه می توانست نشانه آبادانی توران باشد، در چشم او به تهدید تبدیل شد. تصمیم گرفت از همین شکوه مدرکی دروغین برای خیانت بسازد. او با هدایا بازگشت، اما در راه داستانی دیگر ساخت. سیاوش را مغرور، نافرمان و پنهانی هم پیمان ایران نشان داد. اگر افراسیاب این دروغ را باور می‌کرد، هیچ دیوار و سپاهی نمی‌توانست شاهزاده را نجات دهد. گرسیوس گفت سیاوش در اندیشه تاج توران است و فرستادگان ایران را پنهانی می‌پذیرد. و اما بشنوید از زبان فردوسی. نگه کرد گرسیوس کینه‌دار بدان تازه رخساری شهریار.
افراسیاب نخست درنگ کرد، زیرا سالها از سیاوش جز راستی ندیده بود. اما گرسیوز همان ترس قدیمی را بیدار کرد. فرزند فرنگیس، شکوه سیاوشگرد و پیشگویی سقوط تاج توران. بذر بدگمانی در دل شاه افتاد. افراسیاب گفت سیاوش را به دربار بخوانند تا حقیقت روشن شود. اگر پیام بی کم و کاست می رسید، شاید توطئه همانجا پایان می یافت. اما رساندن دعوت را به همان کسی سپرد که از آشتی بیش از هر چیز می ترسید. گرسیوز نزد سیاوش رفت و به جای پیام روشن شاه اشک ریخت و خود را دوست او نشان داد. گفت افراسیاب دیگران میزبان مهربان نیست و اگر شاهزاده به دربار برود جانش را از دست خواهد داد. سیاوش سخن او را باور نکرد و گفت بیگناه است و از دیدار شاه نمی ترسد. گرسیوز هشدار داد افراسیاب پیشتر برادر خود آقویرس را نیز بخشوده نگذاشت. این یادآوری راه اعتماد را در ذهن شاهزاده تیره کرد. سیاوش آماده شد به دیدار افراسیاب برود، اما گرسیوز گفت چند روز درنگ کن تا خشم شاه فرو بنشیند. اکنون توطئه به نقطه خطرناک رسیده بود. یک دروغ هر دو سوی گفتگو را از رسیدن به یکدیگر باز می داشت. گرسیوس شتابان بازگشت و به افراسیاب گفت سیاوش فرمان را نپذیرفته و آماده شورش است. شاه توران این بار خشم را جایگزین تحقیق کرد. مردی که روزی سیاوش را پسر می‌خواند، اکنون او را دشمن تاج خود می‌دید. افراسیاب سپاه آراست و به سوی سیاوشگرد حرکت کرد. پیران از تصمیم شاه آگاه نبود و فرصتی برای میانجیگری نیافت. گرد لشکر در افق برخاست، در حالی که شاهزاده هنوز نمی‌دانست کدام سخن میان او و میزبانش جنگ ساخته است. شب پیش از رسیدن سپاه، سیاوش خوابی هولناک دید. رودی پهناور، کوهی از آتش و افراسیابی خشمگین در آن سوی آب. در خواب گرسیوز آتش را می‌افروخت، گویی سرنوشت چهره پنهان دشمن را نشان می‌داد. سیاوش خواب را برای فرنگیس باز گفت و گفت روزهای آرام پایان یافته است. او پیشبینی کرد فرزندشان زنده میماند و روزی برای دادخواهی برمیخیزد. فرنگیس هنوز امید داشت پدرش با دیدن حقیقت از خشم بازگردد. صبح غبار سپاه توران از دور پیدا شد و راههای شهر بسته شد. و اما بشنوید از زبان فردوسی: به گفتار تو خیره گشتم ز راه، تو گفتی که آزرده گشته است شاه. سیاوش به روی افراسیاب فریاد نزد، تنها پرسید چه گناهی از او دیده است. شاه توران پاسخ روشنی نداشت و گفته‌های گرسیوز را تکرار کرد. اکنون حقیقت روبروی دروغ ایستاده بود، اما داور پیشاپیش تصمیمش را گرفته بود. یاران سیاوش خواستند مقاومت کنند، ولی او اجازه نداد. گفت نمیخواهد برای نجات خود جنگی تازه میان ایران و توران برافروزد. این انتخاب جانش را حفظ نمی‌کرد، اما نشان می‌داد حتی در محاصره نیز از پیمان اخلاقی خود نمی‌گذرد. سپاهیان توران شاهزاده را نزد افراسیاب بردند. سیاوش سلاح نکشید و با آرامش رفت، نه از ناتوانی، بلکه چون نمی‌خواست مهمانی باشد که شمشیر بر میزبان می‌کشد. همین خویشتن‌داری تنهایی او را کامل کرد. پیران خود را رساند و از افراسیاب خواست شتاب نکند. یادآوری کرد سیاوش با صلح به توران آمده، داماد شاه است و هیچ خیانتی از او ثابت نشده. بزرگان نیز هشدار دادند خون چنین بیگناهی آرامش توران را خواهد گرفت. فرنگیس نیز در برابر پدر ایستاد و از او خواست پیش از هر تصمیمی حقیقت را بررسی کند. اکنون سرنوشت خاندان افراسیاب به یک انتخاب وابسته بود: بازگشت به خرد یا پذیرفتن سخنی که هیچ شاهدی برای آن وجود نداشت. اما خشم بر خرد پیروز شد و فرمان افراسیاب اجرا گردید. زندگی سیاوش، شاهزاده‌ای که از آتش سالم گذشته بود، در غربت پایان یافت. او قربانی نیروی دشمن نشد، قربانی دروغی شد که دو پادشاه نخواستند حقیقتش را بیازمایند. روایت میگوید از جایی که خون سیاوش بر خاک نشست، گیاهی سرخ رویید که سیاوشان نام گرفت. این تصویر مرگ را به نشانه‌ای از بازگشت زندگی بدل کرد، زیرا داستان شاهزاده با رفتن او خاموش نشد. افراسیاب از بیم فرزند سیاوش فرنگیس را نیز در خطر انداخت، ولی پیران از او حفاظت کرد. در وجود فرنگیس کودکی زنده بود که خون ایران و توران را با هم داشت و روزی برای دادخواهی پدر باز می‌گشت. آن کودک کیخسرو بود، پادشاهی که بعدها افراسیاب و گرسیوز را پاسخگوی این بیداد کرد. خبر مرگ سیاوش نیز رستم را به خشم آورد. بدین گونه مرگ یک بیگناه جنگی طولانی و سرنوشت دو سرزمین را رقم زد. سیاوش دو بار از آتش گذشت، نخست از شعله و سپس از تهمت. از اولی پاک بیرون آمد و دومی جهانی را سوزاند. و اما بشنوید از زبان فردوسی: به سوگ سیاوش همی جوشد آب، کند چرخ نفرین بر افراسیاب.